السلام علیکم، خوارای خوب نازنین، امید منو جای باشید، صحتمند باشید، در جای دنیا از خوش خندان باشید. خوارای عزیز، این دفعه لالش بخشش پرده سرزیده. یه خبر دارید؟ همین شمایید که موی اگه شما نباشید ما دیگه جاش نم. دیگه این پرده کسته 6 توشک 12 تکیه قیمت کسته در 70,000 جال رسیده در 50,000 روپی. خوارای من میشنه از تیپ میل خود کلرایش خوش کنه، در الماریش بخونه، در قالینش بخونه، سیت کنید خانه که جل بل کنه. امیت خانهش بیت ورسن این بالیش آقای بو هر رقم که خوش کنید بخشش دوریه یک دویه سه دویه هر رقم که خوش باشه ایش هم همون دیزاین نه خوارا که علمی جماعت در دین خود فقط سفارش بدید لالشم در خدمت ده ولی ادرس تو کنه را آخصا خود دقیق نمید دیگه ایش هم همون دیزاین نه دیگه خوارا جالیشه بازم خوارا عزیز نه جالیش من ده جالیش اگه خوش کنید از اون پیش میتری 1800 1900 میخریدید یا در میتری 1500 لالشم سرزیده هر کلر که بخواید این لالش در خدمت دیگه تو خود دیزاین فقط در خانه مچ که جور که در دیزاینایش فقط سنچو بیتر و میخینده سنه در مکتر اینه جل نه خورا اینی از حساب جالیشه در کتلاک هر خواریم که با اینین در کتلاک سیل کنه اینه نه خوارا عزیز اینا در کتلاک هر کس باید روی کتلاک سفارش بده اینا بود در 50,000 یا رسته در 35,000 اینه سیل نه هر کلر که میخوش کنید دیگه این منج باید در دکان لالخ دیگه از دیل سفارش بده اینا در 35,000 روپی 6 توشک 12 تکیه البته یا تیکت ترکیه یا قیمتش بود در 90,000 یا رسته در 75,000 کلدار پاک جمع باشه یعنی منجی آدرس دکان که هسته نگین مارکت رود کرانی کویته هزار تاون رود کرانی نگین مارکت دکانی لمبر آفت روبروی فروشگاه شیرین هزاره اگه یادتون باشه جیغنون فروشگاه شیرین هزاره زکی پرده سازی ایره یادتون باشه شاید این روز بخش سیل شال مالم هم داشت